که قاری حکیم بود است حالی ماها به تشویش خورده و چریده و گشته ایستیم. ای مردن یگان درکی نداریم، پروای مردن نداریم، فقط در پیش مو پرابلم های دنیا پگاه دیگه هست. میگه او یک شخصی در قریبی مزار دکان داشت که هر یک مرده را می بردن در یک خلطه یک سنگچه را می گذاشت. یکم ینور تا یکم ینور دیگه سنگچه می پرتاب. همین کاری همین انسان یک انسان زیر نظر گرفت. میگه سالی دیگه اومد که همون دکان دیگه درش محکمه. ای دکانای پهلوش پرسید که صاحب این دکان کجا شید؟ گفتن این داخل خلطه شید، یعنی این برفت. هر یک قدم ما باید آماده مرگ باشیم. این اکی قاری برای ما خودش یک درس بود، یک تعلیمات بود که رسول الله میگه که شما هر یک مرده را میبینید که از دنیا میگذره، شما از او عبرت بگیرید. این قدر فرزند، این قدر یار و بیار در قوت او بودن، ببین که مرگ یگان کار کرده نتونستن. این مرگ همیتا مخلوق هست که با یگان کس رحم نداره. اجل پروای پیغمبر ندارد، اجل پروای سیم و زر ندارد. عجب رسم است رسم آدمیزاد که جانش میرود باور ندارد. پیغمبر وقتی که مرگ وقتی که بیان نمیگه این خونه پیغمبر، نمیگه خونه قاری، نمیگه خونه کمبغل، نمیگه خونه کسلی. در کسی که در کار شد برای قبض روح او میآید. میگه وقتی که در کدام خانه که مصیبت میشه که در اونجا سر صدا میشوه، گریه کنی و روکنی و محکنی میشوه، حضرت عزرائیل در آستانه در میاد میگه ای مردم، من از عمر این یگان سه کم نکردم، ای رزق این یگان سه کم نکردم، من موظفم ای جانب الله تا وقتی که در این خونه یک کس حیات داره من برای قبض روح او میام. میگه اگر همو بستگان میت همین سخنهای عزرائیل را بشنون، همه خاموش میشوند، سرگردون به حال خود میشوند. میگه که اکی قاری را خداوند رحمتش کنه که حالی در مردم در کار بود، بسیار انسان شوخیز بود، شوق بسیار میکرد، خدا را عبادت میکرد. این طریق انسان ها در جامعه ما بسیار کمند. اینها همیتا شخصیت های بودن که خدا را عبادت میکردن و به خدا نزدیک بودن. ما از اینا به اطلاع و به خبر بودیم. این طریق انسان ها به صورت یک انسان های ساده فرمیگردند. در دوره حضرت امیر حمزه میگه وقتی که لشکر را به سوی جنگ روان کرد، اومد دید که در دمی ره یک دیوانه قنبر دارد، همین خاککاره. بعد گفتن که بگذاریم با او پره ره بره، اینجا خونه و در من همین خونه و در من میجخه. حضرت امیر حمزه که حال هم لشکر همونجا بنده، او نگذاشته، او این دیوانه ما را نمیمونه که بگذاریم. بعد حضرت امیر حمزه گفت خونه و در تا نمیفروشی؟ گفت میفروشم. شو گفت چند پول؟ گفت 1 تنگه. بعد حضرت امیر حمزه 1 تنگهش داد. بعد با بالای همون خونه و درش بیم گذاشت رفت. او بود او پر قنبر کرد. شو حضرت امیر حمزه خودید که در جنت یک قصر زیبا که همه تماشاش دارن. گوی ای کی باشه؟ گفتن که امیر حمزه اینا به 1 تنگه خرید که ای خوش ویدار شید. با به نزد همون دیوانه آمد که همون جای گو این خونه و در تا نمیفروشی؟ گو اوش دا اوجا دیدی؟ لیکن این انسان ها انا همین خیلن. انا به همین خاطر این انسان بسیار شخصیت خوب بود، قاری خوب بود، عالم خوب بود، شیخ خوب بود، صوفی خوب بود، همه طرفه خوب بود. بازم خداوند رحمت و مغفرت کنه و این شخصیت قدم رنجه کردن خداوند اینها هم اجر پاداش بده. اکای مولوی بخشش داد.